دلیر امامعلی ژورنالیست و بلاگر شناخته تاجیک روز 15 میلیون سال 2022 تخمینا ساعت 11 در صفحه‌اش در فیسبوک پست کوتاه گذاشته خبر داد که اگر با من چیزی شد من در ملیته نویه عینی میخواستم کنه بودم ثبت فیلم روم. عجیب آن است که دلیر امامعلی را در نویه عینی در حال به ملیت بردن که او به کنه بودو میرفت. سبب او را از راه داشتن و به ملیت بردن در نویه عینی هنوز معلوم نیست. این خبر موج واکنش ها را به بار آورد، چون که همگی چند روز پیش روز 4 میلیون سال جاری دلیر امامعلی را به مقامات نویه شاه منصور برای صحبت دعوت کردند. تنها بعد 5 ساعت جواب دادند. معلوم شد که ژورنالیست را در جریان این صحبت لطوکوب کرده مجبور کردند که دو ویدیویش را از کانالش در یوتیوب پاک کند. دلیر امامعلی در چند ماه اخیر با سلسله ویدیوهایش در موضوع داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرد و در یک مدت کوتاه شماره ابونچیان کانال دلیر امامعلی در یوتیوب قریب به 150,000 نفر رسیده است. دلیر امامعلی را روز 4 میلیون کارمندان مقامات حفظ حقوق نویه شاه منصور غیر قانونی 5 ساعت بازپرسی کرده حتی تاخیر و لطوکوب کردند. بنا به نقل دلیر امامعلی هنگام زدن ساعت دست یکی از لطوکوبگران می شکند و او حتی به شکستن ساعت دستش هم خبرنگار را گناهکار می کند و تهدید می کند که او را به نشان دادن مقاومت به کارمندان مقامات عیبدار خواهند کرد. دلیر امامعلی اقرار کرد که در جریان بازپرسی او را وادار کردند که دو ویدیو درباره چپه کردن خانه های ساکنان در محله پنشهر نویه شاه منصور را از کانالش پاک کند. در پی این حادثه یک گروه نشریه و سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان نیز برخورد خشونت‌آمیز نسبت به دلیر امامعلی را محکوم کردند و از مقامات خواستند که تعقیب ژورنالیستان را بس کرده گناهکاران بازداشت و لطوکوب دلیر امامعلی را جزا دهند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان نیز در یک مراجعتنامه از رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی خواست که آن کارمندان مقامات انتظامی نویه شاه منصور را که در بازداشت و لطوکوب بلاگر و ژورنالیست شناخته دلیر امامعلی دست دارند آشکار کرده آنها را به جوابگری بکشانند. ولی با گذشت قریب 2 هفته تا کنون مقامات حتی از شروع تحقیق این قضیه خبر ندادند. چه رسد به پیدا کردن و به جوابگری کشاندن گناهکاران. گفته می شود پروکروری که در نویه شاه منصور دلیر امامعلی را زد و ساعتش را شکست داماد یکی از رهبران اول حکومت امروزه تاجیکستان بوده است.